رقص عاشقانه لطیفه عزیزی با شوهرش در محفل عروسی ایشان. شوهر لطیفه عزیزی کی است؟ چرا این حقایق از صفحات مجازی به دور مانده است؟ لطیفه عزیزی چی وقت و چی زمان ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال تاپ 7 دری باشید. سلام و سلامتی حیام به کامتان با دوستان عزیز. من شما را خوش آمدید میگم با یک ویدیو دیگر از کانال تاپ 7 دری. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدین پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لطیفه عزیزی از جمله هنرمندان موفق، مشهور و نمایشنای کشور ما هست. لطیفه عزیزی از جمله هنرمندانی است که توانست در این اواخر خودش را به نام و شهرت بالایی برساند. که لطیفه عزیزی در خیلی زمان طفولیت و خردی هنر موسیقیش را به شکل حرفه‌ای آغاز نمود و اولین اجراهای خود را در برنامه ستاره افغان آغاز نمود که در آن زمان چندان رضایت خوبی نداشتند. لطیفه عزیزی بعد از تمام شدن ستاره افغان و گرفتن مقام هفتم هنر موسیقیش را تمام ننمود، ولی در این مدت ها است که از هنر موسیقیش به دور مانده است، ولی در صفحات مجازی خیلی فعالیت خوبی دارد. لطیفه عزیزی در کشور زیبای امریکا زندگی می کند که در این روزها بعض خبرها و تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا لطیفه عزیزی با یک مرد امریکایی ازدواج کرده است که تا هنوز اصل و نسب شوهرش معلوم نیست، ولی در صفحات مجازی تماما غوغا برپا کرده است که در محفل عروسیشان رقص و پایکوبی کرده‌اند. ما نمیدانیم که شوهرش کی است، ولی به هر صورت ما آرزوی خوشبختی داریم. ممنونم که تا این دم با من بودید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.